بچه‌ها اگه پست قبلی رو ندیدیم و تازه برای اولین بار دارین از چنل من دیدن میکنید، حتما یه سر برین توی چنل و پست قبلی رو ببینید و بعد بیاین این پست رو ببینید. من اهل تاجیکستانم و بچه من پشمام ریخته بود و میدونستم که واقعا سر این خیلی تو شوک بودم که متاسفانه بچهای کشور خودمون داریم میبینیم همتون که تا یه نفر یه اکانت خرسین میگیره اصلا خودشو میگیره، نه ادفرند قبول میکنه، نه گان میندازه، نه با هر کسی پلی میده، حتما باید رفیقاش مثل خودش بهترین باشن و اینا. و این داستان به شدت غم انگیزه که چرا باید واقعا یه همچین اتفاق بیفته و من واقعا خیلی خوشحال بودم از این داداشم که بی‌منت مهربون بود و واقعا صدشو واسه هم گذاشت توی این تایمی که داشتم ریکورد میگرفتم، ولی میدونم یه هموطن دیگه بود واقعا اینجوری واسم از جون و دل مایه نمیذاشت و واقعا دمش گرم و پرچم کشورش تاجیکستان برد بالا و مهربونی مردمان کشور خودش به اون ثابت که حالا بگذریم از این که نشدیم که سر اسکواد داشته باشیم، ولی خب فقط اصل ماجرا این بودش که بچه‌ها هیچ چیزی نه به اسکین نه به چیزی من تا الان نه با اسکین پلی میدادم نه اسکین توی سطح من تاثیر خاصی داره نه چیزی. اگرم من یه اکانت داشته باشم بخوام واسه یارام دوتا اسکین بندازم، بخوام 4 تا دوست ساده و اکانت معمولی داشته باشم، نه واسه من کسر شأن نه چیزی. مهم اون سطح آدمه که واقعا باید اینو توی کشور خودمون جا بندازیم که بچه‌ها کسی که لولش پایینه دلیل بر بودنش نیست، کسی که اسکین نداره دلیل بر بودنش نیست. اینکه تا میاد یکی داخل اسکواد درجه کیکش میکنه چون لولش پایینه، آقا اون نوب نیست. شما هزاران ملاک دیگه داره اصلا چرا به اسکین داره بزن رو پروفایل طرف چه میدونم ببین دمیجش چقدره، ببین کریدیش چنده، نه اینکه تایجی میشه درجه فقط روی کالکشن میخوان اسکین ببینید بچه‌ها. اسکیل مهمه نه اسکین بچه‌ها. ما هدف ما از این بازی فقط سرگرمیه و ته خوشحالیمون اینه که بخوایم بچه‌ها وین کنیم، مثلا الان که من وین کردم، نه اسکین خاصی داشتم نه چیزی. واقعا مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. تا یه ویدیو دیگه فعلا بچه‌ها.